از بس شیعه رو بر ضد سنی و سنی رو بر ضد شیعه تحریک کردیم که یک جای کوچک در جهان اسلام امروز باقی نمانده که در آن غوغا برپا نباشد و خون فرزندان مسلمان برای مسلمانان مباح نباشد. نتیجه همین تبلیغات است که امروز دامنگیر مسلمین شده. علمای مسلمان در صدر اسلام مسئله حق اساسی و اینها بحثی است، اما واقعیت تاریخی این است که علی با خلفای ثلاثه چنان زندگی کرد که برای دفاع از عثمان علی پسرانش رو فرستاد. حسن یا حسین یکی از فرزندان پیغمبر به دفاع از عثمان زخمی شد.